مرد مسافرم، از منزل به منزل پیغام میبرم. از چشمسار آمدم، از زادگاه رود، از راه دوری دور که آغاز می شود، از مزرعه بهشتی دامان مادرم، از آن محله که پدرم جانماز یافت، یک جانمازی سبز چو خواب کبوتران، یک جانمازی سبزتر از برگ خاطرم. در کولبار من یک نان گرم آفتاب بر رغم گشنگی است، یک کوزه آب ماهتاب بر قصد تشنگی است. تا زاد راه می دهدم دست زندگی، از گشنگی و تشنگی من غم نمی خورم. هر جا که رفتم به همان مهر بردم، هر جا که بودم ز همان لهر بردم. نه پای بودم نه گدا، لیک در مقام با بای و با گدای زمانه برابرم. در صحبت قلندران مرد قلندرم، در دوره دروگران مرد دروگرم. در چشم شخص بی هنر یک شخص بی هنر، در حلقه هنروران شاید هنرورم. در گفتگوی عاشقان یک مرد عشق باز، در جستجوی شاعران گویا که شاعرم. حتی به چشم تاجران مانند تاجرم، هرچند در سراسر بازار این جهان چیزی نمی فروشم و چیزی نمی خرم. سالم به 33 است، ولی در خیال و خواب یک عصر یا 2 عصر یا 30,000 سال من عمر دیدم. در شخص من سلاله اشکانیان گذشت، ساسانیان گذشت، سامانیان گذشت. اینک ز عصر 21 بر عصر 20 چند باید که چون سلاله امروز بگذرم. مرد مسافرم، از چشمسار آمدم، از زادگاه رود، یک چشمه در نگاهم و یک چشمه در دلم، یک چشمه محبت و یک چشمه ثواب، با پای در زمینم و با دست در سما. یک قطره آب میخورم، یک ذره آفتاب.